سلام. خبرهای مهم رادیوی آزادی را از روز جمعه 10 اپریل من خیرمان بقوزاده تقدیم میکنم. آژانسی ضد فساد تاجیکستان خبر بازداشت یک ژورنالیست تلویزیونی دولتی را تصدیق ولی از شرح جزئیات این قضیه خودداری کرد. از جمله مشخص نیست که دلیل بازداشت چی است. ولی بر طبق اطلاع همکاران ژورنالیست گویا او را برای معامله‌های غیر قانونی برای گرفتن قطعه زمین بازداشت کردند. در حالی که گناه ژورنالیست در این قضیه هنوز باید سنجیده شود، مقامات اشاره میکنند که این بازداشت به فعالیت ژورنالیستی او مربوط نیست. همکاران ژورنالیست گفتند که او در یک خانه اجاره زندگی میکرد و در فکر بهتر کردن شرایط زندگیش بود. تفتیش شروع شده است. برنامه رشد صاحبکاری کشاورزی در محور بررسی‌های امروزه در شهر دوشنبه بود. این همایش با شرکت اقتصادشناسان و تحلیلگران نهادهای دولتی و مستقل تاجیکستان، نمایندگان سازمان‌های خارجی و با ابتکار مرکز تحقیقات استراتژی برگزار شد. خدایبردی خالق نظر، رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت مقصد اساسی این همایش بررسی مسائل مربوط به رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی است. هدف اساسی جمهوری تاجیکستان هم همین است که ما امکانیت‌های وسیعی کشاورزی داریم و هر چقدر ما توانیم تولیدات را زیاد کنیم، استحصالات را، ما باید بیشتر کشوری صادرکننده باشیم، نه وارد کننده. در این نشست گفته شد که یکی از هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان تامین امنیت غذا در کشور است، اما با وجود مشغول بودن بیش از 66% اهالی تاجیکستان به کشاورزی، این کشور توان تامین پره اهالی خود را با محصولات خودی ندارد و با این سبب از محصولات وارداتی سخت وابسته است. در قرقیزستان یک هفته آخر بسیاری‌ها پاسخ این سوال را می‌جویند که مفتی سابق با چه سبب از کشور فرار کرد. درباره اینکه رحمت الله ایگانبردیف 36 ساله روحانی که 2 سال در مقام رهبری ریاست دین مسلمانان قرقیزستان کار کرده اخیراً در قزاقستان بازداشت شده است، مطبوعات این کشور خبر داد. در خبرها گفته شد که ایگانبردیف با درخواست کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان بازداشت شده است. در اطراف اسم رحمت الله ایگانبردیف سر و صدای زیاده بود. یکی از آخرین ماجراها مربوط به بخش ویدیویی روابط محرمانه با زنی بود که بعداً خود او و همسر شریعتی و ویدیو را انتقام‌های سیاسی رقیبانش نامید. اینجا دوشنبه در موج رادیوی تاجیکستان. صدا اینک 85 سال آخر پخش برنامه‌های رادیوی دولتی تاجیکستان شروع می‌شوند. حالا رادیوی تاجیکستان همانا یکی از منابع مهم خبری به خصوص در مناطق کوهدامن کشور باقی میماند. برنامه‌های این رادیو به 8 زبان در حجم 96 ساعت در شبانه روز پخش می‌شوند، ولی عین زمان در برابر رشد رسانه‌های رقمی و دیجیتالی و هم اینترنتی، شکل سنتی کار رادیوی تاجیکستان آن را در برابر چالش‌های تکنولوژی‌های نو قرار می‌دهد. تا امروز تنها 20% هزینه برنامه‌های رادیو آزادی به دیسکو کشانده شده است و خلاص. برنامه‌های رادیوی تاجیکستان نه تنها در جمهوری بلکه در ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان، آمریکا، روسیه و آسیای مرکزی پخش می‌گردند. اودیتوری برنامه‌ها بیش از میلیون‌ها نفر را تشکیل می‌دهد. بر پایه رادیوی تاجیکستان حالا چندین شبکه دولتی دیگر از جمله صدای دوشنبه، آواز تاجیک و فرهنگ هم عمل میکنند. بر اساس پرسش‌ها شنونده سنتی این رادیوها بیشتر قشر کلانسال جامعه می باشد. جوانها بیشتر به شنیدن برنامه‌های رادیوهای مستقل ترجیح می‌دهند. دسته فوتبال زنانه نزد کالج طبی کلاب در مسابقات جمهوریوی اوید به فوتبال خرد که میانی بانوان گذشته است جای اول را اشغال کرد. این بازی در ناحیه فرخور با اشتراک دسته‌های دختران فوتبالباز نورک، قرغانتپه و دوشنبه برگزار شد. دسته دختران فوتبالباز سال 2014 از سوی رهبریت کالج طبی تشکیل شده است. من خودم و اینیشیاتیو خودم دارم که اینیشیاتیو دارم که همه دختران را با دسته نورک انشالله اگر امکاناتو شود رفته آخری رفیقانه بازی میکنیم. حالا به تیم فوتبال باز دختران 20 دانشجوی 20-21 ساله شامل بوده. اکثریت برای مشغول شدن با فوتبال نخست رضایت رسمی والدانشان را هم به دست آوردند. برای جامعه سنتی تاجیکستان حالا ورزش زنان از
падидаҳои камназир шудааст. ва барои дидани шакли пурраи ин хабар бо видеояш ва дарёфти матолиби бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳамзамимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.